اگه فکر میکنی مغزت داره کمکت میکنه سخت در اشتباهی، مغزت دوستت نیست، نه به این خاطر که بدخواهته، بلکه چون فقط یه مأموریت داره، زنده نگه داشتنت. مغزت قرار نیست کمک کنه به رویاهات برسی، اون میخواد ساده بمونی، بترسی، ساکت باشی. و دقیقاً به همین دلیله که انجام کارهای سخت برات عذاب آوره. هر بار که میخوای کار مهمی انجام بدی، ذهن خودت میسته جلوت، میگه امروز نه، خسته‌ای، یه ویدیو دیگه که چیزی نیستش، از فردا شروع میکنم. و اگه حواست نباشه کل زندگیت میشه فردا. اما امروز این جنگ برای آخرین بار تموم میشه. قراره یاد بگیری چطوری مغزت رو مطیع خودت کنی و وادارش کنی ازت اطاعت کنه. قدم اول، مغزت برای شکستن تو ساخته شده. مغزت به هدفات اهمیت نمیده، به پیشرفتت اهمیت نمیده، فقط یه چیزی براش مهمه، بقا. برای همین بهت میگه باشگاه نرو، استراحت کن، سختش نکن، چون راه آسون امن‌تره. ولی راه آسون جنگجو نمیسازه، تماشاگر میسازه. آدمایی که رویا دارن ولی حرکت نمیکنن و هرچی بیشتر به این صدا گوش بدی، بیشتر برده ذهنت میشی. قدم دوم، درداتو تبدیل به انرژی بکن. بیشتر آدم‌ها فکر میکنن درد دشمنه. اشتباه میکنن، درد دشمن نیست، درد قیمت رشده. قدرت درد داره، شفافیت درد داره، رشد درد داره. اگه میخوای این چرخه رو بشکنی، این کاری که میگم رو بکن. هر وقت ذهنت گفت حوصله ندارم، تو جواب بده عالیه، پس دقیقاً همین الان باید انجامش بدم. از این به بعد درد میشه سیگنال شروع، نه علامت خطر. تو دیگه دنبال راحتی نیستی، دنبال مقاومتی. قدم سوم، کلید مرگ 3 ثانیه‌ای. هر بار که مکث میکنی مغزت برنده میشه. تو فقط 3 ثانیه وقت داری، یا حرکت میکنی یا برای همیشه سر جات در جا میزنی. صبح بیدار شدی، حالت خوب نیست، 1 2 3 حرکت، از سر جات پاشو. میخوای تمرین کنی ولی شکی داری، خستی، 1 2 3 شروع. بدون فکر کردن فقط حرکت کن، چون عمل فکری بیش از حد رو میکشه و تردید دشمن تغییره. قدم 4، حالت جنگ روزانه. توی برنامه‌های عجیب و غریب نیاز نداری، فقط هر روز یه کار سخت انجام بده. دوش آب سرد بگیر، 20 دقیقه تمرکز کن، حرف بزن موقعی که میترسی، قبل از طلوع آفتاب بیدار شو. کارهای کوچیک ولی هر کدوم یه ضربه است به نقطه ضعفت. هدفت این نیست که آماده باشی، بی‌نقص باشی. هدفت اینه که کار کنی تا مغزت ساکت بشه و دنبالت بیاد. قدم 5، تبدیل شدن به ماشین. بیشتر آدما منتظرن حسش بیاد، اما جنگجوها منتظر حس نمیمونن. اونا تصمیم میگیرن کی هستن و بعد مثل همون آدم رفتار میکنن. به مغزت بگو من تنبل نیستم، فقط سالها تمرین کردم از درد فرار کنم، ولی امروز تموم میشه. یه کار سخت انجام بده، فردا تکرارش کن، پس فردا دوباره انجام بده. تو فقط برنامه‌ت رو عوض نمی‌کنی، داری هویتت رو بازنویسی می‌کنی. نسخه قدیمی تو که همیشه گوش میداد امروز میمیره. از امروز تو کار سخت انجام میدی و تبدیل میشی به کسی که لیاقتشو داری و به جایگاهی که باید برسی میرسی. اگه میخوای نسخه بهتر خودت بسازی، به جای درستی اومدی. همین الان سابسکرایب کن. من رویام و اینجا کاری میکنم شکوفاشی.